مهاجران هندوستان به ماشین پلیس حمله کردند و این نوار در سامانه‌های اجتماعی چرخ می‌زند و بسیار مردم روس را به شوک افکندند. راستی بسیار مردم از این در هیجان افتادند که چگونه اینها می‌توانند دست به این کار زنند. دوستان عزیز، از همه شما خواهش نوار را تا آخر با دقت تماشا کنید و در این باره بر شما معلومات پورا سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پورا و انیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران مهربان. امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان تشکر زیاد برای کامنتاری های خوب، برای سخن های خوب و اینچنین برای لایک و پادپیساسیا به کانال ما. دوستان عزیز، فقط لایک شما سبب ان همین ویدیو ما را دیگران دیدن می شود. دیگر از شما یگان تنگه یگان مبلغ صرف نمی شود. پس لایک به پلا به شتم زنید. دوستان با همه ایما و شما معلومه که در سامانه‌های اجتماعی طول چند وقت می شود نوارهای چرخ می زند در آنجا به اهمیتی و به مدنیتی مردم هندوستان، یعنی که مهاجران هندوستانی که در حدود فدراسیون روسیه قرار دارند و اینچنین دو روز می شود که در سامانه‌های اجتماعی در اینستاگرام نوار چرخ می زنند که گویا در آنجا در شهر مسکو فدراسیون روسیه علیه مهاجرانی که از هندوستان داخل روسیه شدند به ترتیبی کرده ایستادند و اینچنین به مدنیتی خودشان را نشان می‌دهند. با این نظر مردم روس و اینچنین مردم آسیای میانه خصوصا تاجیک، ازبک، قرغیز و دیگران چی هستند؟ و بعضی از مردم جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و دیگر ملت‌ها علیه ویدیو ابرشنی کرده درباره ناراضگی مردم روسیه البته نوارها کرده ایستادند گویا که آنها به قدر تاجیک و ازبک اکنون میرسند. دوستان این خطای بزرگی ما و شما هست که ما در این باره فکر میکنیم. خطای بزرگی ما همین است که هیچ وقت این را فراموش نکنید. ما در همون حال به همان مردم روس در کار هستیم. یگان کارشان میافتد میآید ما را وجد میکند، حرمت میکند تا کارش بود شدن. والله قسم من خودم در یک قطعه روز کار کردم تا وقتی که کاری عبدالکای خونش بود کردیم کارمون تمام شد، حساب کتاب کردیم. وقتی از دروازش بیرون کرد دیگه حتی قطعه گپ نمیزنه. بالای این هم حتی در مغازین دیدیم میبینه و روتا نگاه نمیکنه. مردم روز هم خیلی مردم هستند بسیار باور نکنین و خلاصه که اختار میبرین اگه اینا به قدر مهاجران تاجیک و ازبک رسیدستند. البته این خطای بزرگی ما و شما هست. پس یک چیز را باز فراموش نکنید دوستان عزیز که ما حق تحقیر و ملامت و اینچنین او کسایی که از هندوستان به روسیه کارکنی آمدن تحقیر ملامت نکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که اونا هم مثل ما انسان هستند. با بعضی انسان هایی که تفکرشون عقلشون خیلی خیلی و خیلی کم است چنین میگویند ماند مردم هندوستان چه مردم است، فلان است، بیمدان است. برادر عزیز او خواهره که همین گپ میزنید. شما هم مهاجر هستید از وطن بیرون، ما هم از وطن بیرون و اونا هم از وطن بیرون. از همین سبب دوستان اونا هم بنده خدا هستند، ما نیز بنده خدا هستیم. باید ما در همه حالت یکدیگر فهمی کنیم، یکدیگر را دوست داریم، دستگیری کنیم، احترام کنیم و هیچ وقت این کلمه ای که شما امروز گفته ایستاده این که اگه مردم روز به قدر تاجیک و ازبک میرسه این خطای بزرگ ما و شما هست. مردم روز هیچ وقت به قدر ما نمیرسند. این فکری به قدر ما رسیدن نمیکنه. برای چی؟ برای که ما در کاریم در همه حالتی که البته کارشون افتاد
میآیند و جهد میکنند حرمت میکنند تا کارشان بود شدن. این بود نوار امروزه ما. یک چند لحظه و یک چند کوتاه برای شما. دوستان خوب لایک و پادپیساسیا را فراموش نکنید. انتظار نوارهای نوبتی باشید. خداوند از همه شما راضی باشد. Индия, короче. Смотрите, смотрите. Вы, дорогие братья Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, всех депортировали. Смотрите, смотрите. Даже машина не может выходить, не может выходить. Видите, какое что случилось? Везде машина закрыта. Вот смотри. А кто вам работает? Сами, да, русские сами работаете, да? Да? Убирайте сами. اینا را خودشون برآمدن خدا کیسن دیدین اینا راه پال محکمه خودشون مجبور شدن دیگه میبرن تگ ماشیناشون رو کنن استاگ ماشیناشون بگذره روی ماشینا پال روز خورده ماشین پال روز خورده اینا ها نمیگذره ماشین خودشون اونها ها برآمدن زناشون قتی برآمدن قبیلشون قتی راه توزه کیسن. Молодец, вот наша бригада. Молодец, девушки наши. Умницы. Tarilarga rahmat. Молодец qizlar, yashanglar. Bunaqa ish boshqa gruppadagilar bir qilmasa kerak u. Boshqa brigada dam oladi biz oldimizda. Atqam aka qanisiz? Sizdan kofe hammamizga, xo'pmi? Mat kofe bo'lsa ham. Oldida bittadan pirojnisi bo'lsin. Сегодня в Москве просто что-то с чем-то. Смотрите, чтобы спуститься в метро, мамочка, это целый квест, нужно пройти. Так, никто не чистит, хотя это Тверская. Вот мы. Вот, да, давай, я сейчас приеду. Да. Ну, как сейчас? Давай в марте где-то, блядь. У меня такой нескромный вопрос. А где уборщики-то, Центр, Москва, метро Лубянка. Почему я пробираюсь, как будто я живу на Северном полюсе? Это дорога, причем это дорога для машин, а вот дорога для людей, она просто завалена. Я там не пройду. Просто всех мигрантов убрали. Где таджики, где узбеки, где киргизы. Все уехали. И никто не чистит, ни одного дворника. Где индусы? Внутреннюю включай. Роман сейчас меня покатает. 3 вокзала. Погнали. Здорово, заебал. Дрифтим. С Новым годом, ребята. Все, отдаем на место. Продукт нормально это. Скорость хорошая вообще. Братан, извини. Просто прикололись. تاجیک‌ها رو سر کردن بگیرد، ازبک‌ها رو سر کردن بگیرد، بعد نختون میخوای مجبور میشید میپرید و تازه نکنید اروسا که تا کی میبینیم کار که میتونید اینجا تا کی میتونید که میبینیم